بسم الله الرحمن الرحیم سوره ناس، ایران ناس میگه به خاطری که اولش به رب الناس ذکر شده. این سورت هم 21 سورت که قبل از سوره اخلاص و بعد از سوره فلق نازل شده، ارتباطش بالکل معلوم است. اونجا الله امر میکنه از که از شر پناه ببر به سوی الله تبارک و تعالی، اینجا از شر پناه بردن است. خب اینجا شر یک چیز است، چرا این درونی است و شرای بیرونی بودی درونی، این بسیار مهم است. اونجا یک صفت الله ذکر شده بود برب الفلق، اینجا چند صفت؟ 3 صفت. این بسیار مهم است. این شیطان خبیث، الله اکبر. علی براتون قصه میکنم که در قلبای شما چقدر وسوسه انداخته بود. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اعوذ برب الناس، پناه میگیرم بر رب پروردگار مردم، مالک و متصرف مردم، ملک الناس، که پادشاه مردم است، اختیارداری مردم است، اله الناس، معبودی مردم است. 3 صفت الله ذکر کرد. قل بگوی اعوذ برب الناس، پناه میگیرم. اول مرحله ربوبیت است. ما و شما الله تبارک و تعالی ما را تربیت کرده، حالی یکم سن قوت که گرفتیم ملک الناس، اختیاردارو، اما اختیارات ما پیش کیسته؟ الله. اله الناس، معبودی مردم. 3 صفت ذکر میکنه. بعضی مفسرین میگه اشاره به این میکنه به حالتای خود انسان از عمرش. تربیت طلب استی، طفل استی، بعد از جوان میشی، یا کمی که قوت پیدا میکنی، بازی طور نگویی که مستم، نه، ملک الناس، اختیاردار، زوردار کیست؟ الله است. باز یک کمی که بالا رفتی، الله را باید بشناسی. حالی طور نشوی که من خیلی جوان هستم، مال دارم، بچه دارم، ساز و سامان دارم. نه، عبادت الله را بکن. اله الناس، چرا که معبود کی است؟ الله تبارک و تعالی است. بعضی میگن نه، به هر طایفه الله علیه صفت ذکر کرده. رب الناس صفتی است که مناسب اطفال است، ملک الناس مناسب جوانا، اله الناس مناسب پیرا. در حالت پیری آدم عبادت زیاد بکنه، در حالت جوانی بغرور زیاد نشوی که من اینطور هستم، الله را مالک سری خود بدان، او در حالت طفلی ربی خود تربیت کننده خود الله را بدان. 2. سوم نکته، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. بگو یا پیغمبر با مردم دیگه هم خودتان پناه میگیرم بر رب مخلوقات، ملک الناس، اله الناس. 3 قسم توحید برات نشان میده که کسی 3 توحید عقیده نداشته باشه مؤمن نیست. ربوبیت الله را قبول کن. رب کیست؟ الله. مالکیت یعنی حلال کننده، حرام کننده را قبول کن. قانون گذارنده کی است؟ ملک الناس، الله. خب معبود قبول کن که تنها کی است؟ الله. 3 قسم توحید الله میگه. اگر این هر 3 را تو عقیده نداشتی مؤمن نیستی. از چی چیز پناه میگیری؟ من شر الوسواس، از شر وسواس یعنی از شر شیطان، یک وسوسه انداختنی، زیاد وسوسه انداختنی. الخناس، که خود یک دفعه ظاهر میکنه، یک دفعه پنهان میکنه. این مردم میگه موقع شناس. ترسد چی میگه برش؟ ترسد میکنه، کمین میگیره. که آیا در حدیث آمده شیطان خرطومی خود از سری قلب انسان میگذاره، زمانی که قلب انسان الله را یاد میکنه، شیطان چی میکنه؟ فرار میکنه، گم میکنه خدا، که باز غافل از ذکر الله شوی، شیطان باز خرطومی خود در دلت میمانه. این مردم میگه کمین برات گرفته، فقط که هر قدمت موافق فرمان الله بود شیطان قتل شریک نمیشه. در نان کمی بسم الله گفتی شیطان فرار کرد، دیگه قتل شریک شده نمیتونی. اگر نگفتی شیطان قتل است. عالی. این خناس است. الذي يوسوس، امو کسی که یوسوس وسوسه میندازه فی صدور الناس، در دلهای مردم، من الجنت، وسوسه انداختنی ها کیسته؟ من الجنت، از جنیات است، و الناس، از انسان ها. انسان ها هم وسوسه میندازه، جنیات هم وسوسه میندازه. خب جن خو حتی الله تسلط داده که در درون رگای خونی تو حرکت میکنه، انواع خیالات، انواع فکرها را در ذهنت میاره. یک دفعه در ذهنت میاره یاران من که در ترجمه میرم ثواب زیاد میبرم یا نه که عذاب نباشه، وسوسه برات میپرته. خب وسوسه شیطان ابن قیم رحمت الله علیه میگه زیاد است. خدا 6 چیز در 6 جنس میآید. اول وسوسه شیطان در کفر و شرک تو را مبتلا میکنه. برات میگه نه ای ولی را اینطور نادیده نگی، اینقدر زوری کلام داره یا نه، فلانی قصه نکرد که فلانی اولادش نمیشد، باز رفت در زیارت، پس از اولادش پیدا شد. اینجا تو را در شرک و کفر چی میکنه؟ بگه مبتلا میکنه. آلی عظمت یمو قبر قائل هستی، عقیده داری که بله یم اولاد داده میتونه. اول تلاش شیطان برای آلوده ساختن شرک و کفر است. دوم بعد از او باز در شر بدعت تو را مبتلا میکنه. چطور تعظیم پیغمبر نشوه؟
عیسی از عیسی علیه السلام تولدش جشن میگیره، ما از پیغمبر جشن نگیریم؟ الله حرکت میده تا در بدعت مبتلا میکنه تا عملی تا خالص برای طریقه پیغمبر نمیگذاره. در این جمع که ناکام شوه شیطان، سوم تو را در گناه های کبیره مبتلا میکنه. از گناه کبیره که در بدعت زیاد تلاش داره. چرا؟ بدعت که مردم میکنه او را گناه میدانه یا ثواب؟ توبه از پیشش نمیکنه، شیطان بسیار خوش میشه، میگه بس عالی شد کارم، در عمرم از این توبه نمیکنه. او آخرش هم چیسته؟ هل ننبکم بالاخسرین اعمالا، شما را خبر بدم به اون مردمایی که در عمل مکمل تاوان کرده، عمل کرده خود تاوان کرده. الذین چیست؟ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، که در زندگی دنیا کلی کوششای از یا برباد شده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا گمان داره که ما خوب کار کردیم، خود کار خوب نکرده، بدعت کرده، خلاف چی کرده؟ سنت کرده. در سوره غاشیه هم ما شما تیر کردیم. باز در گناه کبیره سوم مرتبه تو را مبتلا می سازه. اگر در گناه کبیره سرت کامیاب نشد، باز شروع میکنه که تو را در گناه های صغیره مبتلا بکنه. چرا؟ خویی را با دوام انجام بدی. گناه صغیره را همیشه خیر استی که باز آینه را میگیری تراش کن، یک دروچی را سلمانی را میگه ایجاره ده خیرت است، آینه را میگیری باز که کمی پیر شدم میمانم، هر روز برات شیطانی خبیث همینطور گفته رویسته، خیر است باز دیگه وقتی طور کار میکنم. دختره چی میگه؟ تالی خوردستی، جواب آلی تو پتکو خدا با تالی خوردستی که بزرگ شوی بازی کارا بکن. نه خیر است، امروز خو نماز از پیشم رفت، صبا میخوانم، صبا باز برات میگه خیر است همین کار تکمیل کن، دیگه صبا میخوانم، باز خب نماز خوان جور میشم. همینطور وسوسه را کرده رویسته، گناه صغیره را. پنجم که در گناه صغیره وس نرسید، باز تو را مشغول میسازه به او کارهایی که چیسته بی معناست، هیچ فایده نداره. در او کارا تلویزیون بی فیلم از اول تا آخره چی در دست آورده؟ مبتلا کرده یا نه؟ شو بیخو کنه تا الکی تو باش امی چی برش میگه؟ قسط. عالی مردم قسط هم میفهمه، قسط این فلان قسطش است، این فلان قسطش است، این قسط ختم شوه، این قسطا براتون چی فایده کرد؟ مراقبت اعمال روزی تا نکردی که چی کرده بوده؟ این را میگه مبتلا کردن به اعمال بی معنا. باز ششم مرحلهش میرسه، عالی تو را مشغول میسازه به کاری که مرجوح است. یک طرف عملی راجح، دیگه طرف مرجوح. ملا صاحب است حدیث ها را خوب خوانده که در بخاری آمده که دست سری کف رسغه و ساعد بگیرم، از اینجا که بگیرم پدرم هم در زیر ناف برده نمیتونم. ما عملا خو کلی افغانی ها را ببینی یک کمی شکمایشان چی شده؟ کلان شده، یا خو یکیشان منفی نیست، اگر پدرشان هم در زیر ناف برده نمیتونه. خود تو حدیث بخاری را هم خواندی، حدیث صحیح ابن خزیمه را هم خواندی. این را البته به طور مثال میگم، خب شما نروی اوجا اینطوری شروع نکنی که لب بخوره قطشان کار کنه باز بعد از او. خو اینی ملا صاحب کلی عمر از اینجا محکم گرفته او خودش در کتاب میبینه که کلش احادیث ضعیف است، اینجا را عمل نمیکنه. اینی را میگه شیطان تلاش میکنه در مرجوح عمل بکنی، در راجح بگی عمل نکنی. این ششم مرحلهش است. فهمیده؟ این وسوسه شیطان است. خاص وسوسه شیطان کده وسوسه انسی خیلی زیاد است. شیطان ها انسی را میشناسه چی وسوسه میکنه؟ وسوسه از واره دیده؟ خبر نداری از کجا میای قدر موتر گرفت؟ سیل روانه، سیل. خود تو همی قنه میگی که از کجا میای؟ عربا برش روان میکنه، کاش که مسلمان به ما روان کنه. ما خو یک عربی دامن درازی بیچاره را ندیدیم که اینجا می آمد یک کمی قلاج میکرد که حالی چیسته؟ افسوس است. الحمدلله مولوی مصطفی کلی برنامه را براتون اعلان کرد که کل امید دوستا مخلصا کسایی که قرآن و حدیث فهمید الحمدلله درک کرده، احساس داره برای دین اینی کار کرده رویست. ما خو یکی را ندیدیم که برای ما میداد. باز چی وسوسه میکنه؟ وابی فکرت باشه که گمراهت میکنه. به هزارها نفر توسط همین کلمه از ترجمه قرآن محروم است یا نه؟ دوم وابیست مذهب قبول نداره. خب باز تو عوام خو سری مذهب وحی آسمانی میشماری یا نه؟ فخرام سرش میکنی مذهب کی قبول نداره که ملکم شو، برو من در قصیش نیستم که مذهب قبول نداره. وسوسه ها را خوب ببینه. باز چی وسوسه میکنه؟ این اولیش است، این عمود قسط اولیش است،
این در قسطای دیگه باز شما را در دیگه طرف میبره. این را وسوسه ها میگه نمیگه. دعوتگر حق در مقابل دسیسه میکنه. این خو وسوسه در شماست. وسوسه جمع میکنه ملاهای خورده. خبر داری؟ اگه این ملا را موقع داده، اگه صدقه فطر دیدی اینه، اگه الاسقاط دیدی اینه، اگه ختم دیدی اینه، کلی چیزها را سرتان بند میکنه. برید باز بشینه. حالا خیر چی کنیم؟ حالا مشهور کنیشه. حالا گپا را دایش جور کنه. تهمت باز میره که دل جماعت لنگی اینه کلان. در کجا شش تا ریاست مساجد غیرت است؟ مولوی سبا کجا آمده؟ ولی اینجا یک مولوی پیدا شده ترجمه قرآن میکنه، مردم گمراه کرد. رئیس مساجد همین قنه میگه که ترجمه قرآن هم میکنه، باز مردم گمراه میشه. خیرت است. ولی ایره که دمی رویش نگیریم 4 سال بعد در کابل اگر حنفی را بچه‌شون ببینی حنفی باز هیچ نمیمانه. خب چی چاره کنیم؟ حالا بند کو در مساجد دیگه ترجمه نمیتونه. مثلا سعی کنه این دسایس است. خب باز دیگه طرف از دیگه ناحیه این سعی کو چقدر نفرای امنیت نشسته میباشه. شما را چی میگه خبر داری؟ نه حالی را مانده اینی ورقا را توضیح میکنه، اینی کار اینی فلانی میکنه. بس دیگه این را دسایس میگه. از این دسیسه ها که کلگی متوجه باشه چی رای خلاصی داری؟ بگوی قل اعوذ برب الناس. ما به کی خدا تسلیم میکنیم؟ الله. کلتان همگی ما پناه به پیش کی میبریم؟ الله. از کل شهرها پناه میبریم. به خاطر که حدیث است اگر چی ضعیف است که شیطان خوشوقت نشوه که البته ترجمه را مولوی صاحب تا همینجا رکت بس کرد. از ما باز شروع است ان شاء الله. اگر اینجا نیست یک گروپ دیگه، 2 گروپ ان شاء الله هر جای است. شما همیشه دعا کنید که یک روزی ما به ترجمه قرآن نباشه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.